رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حدیث امروزه را میخوانم. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که دروغ گفتن و عمل کردن به دروغ را ترک نکند، برای خداوند متعال حاجتی نیست که چنین شخص خوردن و نوشیدن خود را ترک نماید. یعنی آن شخصی که روزه‌دار است و دروغ گفتن و عمل کردن به دروغ را ترک نکند، برای خداوند متعال حاجتی نیست که چنین شخص نوشیدن و خوردن خود را ترک نماید. برادری ایمانیم، چون دروغ گفتن و عمل کردن با آن این نقصان در روزه ماست و نقصان در حیات ماست و گناه است. بیایید با هم بعد از شنیدن این حدیث از این عملی زشت دوری جوییم، چون این ماه توبه و بازگشت به سوی خداوند است. این ماه مغفرت است. بیایید با هم به سوی الله باز بگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان.